خیلی خب دوستان عزیز، من یه چیز جدید کشف کردم. دوست داشتم داخل چنل دوم بگم. چنل دومونه، سابسکرایب کنید، داریم مانیتایز میشیم، قربونتون بشم. حالا چیزی که من کشف کردم چی بوده؟ چرا شبیه امینم دارم حرف میزنم؟ ببخشید دیگه، یوتیوبری و دیگه میدونی چسی. ببینید این چیز جدیدی که من کشف کردم بهترین افووی بدوارزه. حتی نه بهترین پلیر بدوارز، بلکه بهترین افوویش. یعنی شاید شما که بازیتون تو در و دیواره مثل من، مثلا تو در و دیوار بدوارز بازی میکنید، میتونید بیاید جلوی در بازی بکنید به جای اینکه پشت در بازی بکنید. حالا این اصطلاح یعنی چی؟ این اصطلاح رو اونایی که میدونن، اونایی که نمیدونن به همین سادگی. و اوکی دیگه چرت و پرت نمیگم. FOV 100 یکی از بهترین FOV هایی که میتونید استفاده کنید، چون سامستریکس میگه. اگر به من باور ندارید اصلا برام مهم نیست چجوری زدمش و بدو میزنیم. این بلاک چرا ریموف شد؟ اوکی. و آره FOV 100 یکی داخل استریم، امروز جمعه بود استریم کردم و یکی داخل استریم به من گفت که آقا بیا FOV 100 رو تست کن. گفتم چشم ارباب، رو چشم، اصلا هر چی تو بگی. و دیدم پشمام حاجی، عجب FOV 100. حالا چرا میگم بهترین FOV؟ چون که دویر FOVش 87. وای دیگه رد دادم نبزم روی 870 نبزم، نصف طرفدارم خارج از مرزن، نگو شدن عاشق رفتار طنز. و بهترین پلیرهای ورژن بالام FOVشون رو 90. اما ما یه قدم جلوتریم و FOV 100 رو استفاده میکنیم. چرا؟ چون ما خیلی قوی، نه حاجی این از من قوی تره، چون ما خیلی باهوشیم. FOV 100 نه حاجی، آره حاجی تونست. خب داشتم میگفتم FOV 100 باعث میشه خیلی بازیتون بهتر شه، چون میتونید دقیق تر بازی کنید. اینجوری کسی که بدتون زده رو بولی کنید و بولی بشید و برید خونتون. حالا داستان چیه؟ آقا واقعا ببین، درسته FOV بالا ایم کردن سخته، اما باعث میشه واقعا شما بیشتر دقت کنید دارید چی کار میکنید با موستون. دقیق ترتون میکنه. اگر مانیتور رو به خودتون نزدیک کنید، FOV بالا استفاده کنید، انگاری دارید کل جهان رو میبینید. مثلا اینجا هم اون ورم رو دیدم ولی باز افتادم و نمیدونم تو بولیم نکن منو. مرسی دیگه، بولی نمیشید اگر FOVتون 100 باشه، چون به گیم تسلط کامل رو دارید. بولی نکن منو. چون دیدتون نسبت به زندگی بیشتره. دید بیشترم به زندگی. اشتباه شد بچه‌ها، این صدای من نبود، ببخشید. این اصلا صدای من نبود. چرا صدای تیرکس در آوردم؟ آره دوستان ببینید کلا این شکلیه که FOV 100 شما رو دقیق تر میکنه، باعث میشه آگاه تر باشید، آگاه تر بشید و کلا FOV تمیزیه. واقعا نگاه کن چقدر خوب بازی کردم، تازه لانچ کردم، تازه بعدش هم میخوام برم با دویر دراما بکنم، بگم نوب سگه و یه ویدیو هم بیارم ازش که خیلی نوبه. چنل اصلیمون داره 23K میشه. ویدیو شورت نمیخوام بذارم واقعا دیگه، خیلی بد بهم توهین میکنید وقتی ویدیو شورت میذارم. ببین هر جور ویدیو شورت بسازم میگید اسکی از یکیه، از مثلا شبیه زولبیا رو توش مسخره میکنم میگید ایمجین از زولبیا ویو بخوری. میام استایلای ریاکت بذارم میگن ایمجین یعنی فکر کن از یکی اسکی بکنی. یعنی هر چی چنل ریاکته من دارم از اون اسکی میرم. خب داداش همه هستن دیگه تو کامیونیتی. حاجی من خیلی حرفه‌ایم. نه اصلا ریدم حاجی من. آره خلاصه بچه من هیت ندید، دلم میشکنه، یهو میزنم چنلامو همشو دیلیت میکنم. کارما نه هیت سلکت یا سیت سلکت شد. حتی من همچنان نوب سگم، چون دیگه تو ژنمه دیگه. وقتی ژنتیکی بد باشه بازیتون دیگه نمیشه کاری کرد. نکن حاجی من ژنتیکی خودم. من همچنان نوب سگم، چون دیگه تو ژنمه ژنتیکی خودم. آره خلاصه بچه انقدر هیت دادیم به هم دیگه که آقای میستی هم افسرده کردیم دیگه. نکن میستی هم افسرده است دیگه. ای بابا ای تو رو خدا اندستون رو نذار.
چجوری هیت؟ خب میخوام هیت بده بهم کلاچ کنم و میخوام هیت بده کلاچ کنم و کلاچ. آره بچه‌ها میخوایم انتقاممون از این بگیریم و این چنل هم مونیتایز بکنیم. دارم یه چالش میرم، میخوام با کمترین تعداد ویدیو مونیتایز بکنم چنل رو. پس لطفاً ویدیو رو نبندید و بشینید تا ویدیو رو ببندید. آره خلاصه بشینید تا آخرش رو نگاه کنید. ما خیلی چیل نشستیم بدوارزمون رو بازی میکنیم، زیر پامون بلاک میذاریم. شاید یه $2 از این کار در آوردیم. این $2 رو خرج چی میکنیم؟ میریم پروتئین وی میخریم. سلام، یکم بزنم باکست کنم، فول باکس. کلیپ شدی. امیدوارم که با ایرانی نیفتم، چون ایرانی ها همشون میخوان SS بگیرن و واچ تایم ویدیو هامون میاد پایین و شما ویدیو رو میبندید و دیگه سام استریکس رو دوست ندارید چون که نتونسته درست حسابی سرگرمتون کنه و قراره دیگه پولدار نشم و من میدونی خیلی پول دوستم. البته تهش بتونم هوندا 150 حالا مثلا 200 هم نه 200 گرونه، هوندا 100 cc مثلا سوار بشم، یه 80 تا برم تو خیابونای شیراز، یکی بیاد بگه آرومتر برو، بعد منم میگم جون خودم اصلا برام مهم نیست، بعد آهنگ محسن لرستانی پخش کنم، 150 تا داخل بزرگراه برم لایی بکشم، بعد بارون بیاد لیز بخورم، با شله بدون کلاه کاسکت برم بمیرم، اینو کامبو کنم یه 360. اوف 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 یه بلاکی. داره خیلی باهوش میشه دیگه. هیت سلکت میشی؟ هیت سلکت چیه؟ من خود هیت سلکتم. هیت سلکت رو از رو من ساختن مشتی. این کیه جلومه داره زیر پاش بلاک میذاره؟ نکنه بخواد زیر پاش بلاک بذاره. من پشتم بلاک میذارم. هیت سلکت هیت سلکت نمیشه. ببین اینی دیگه هیت سلکته، چون پینگش 40 میتونم راحت اینجا تریپل اکستنشن، دابل اکستنشن. پشمام خیلی بازیم خوبه حاجی. داخل کامنت ها بنویسید سام استریکس عاشق تیم، تو بهترین یوتیوبر بدوارز ایران. ببخشید داداش. من ببین قبل گفتم من چجوری معروف شدم. از اولش از روی تریاک بودن و برای اینکه این چنلم بیاریم بالا قراره روی تریاک ویدیو بگیریم و کلا تریاک رو باید مصرف کنیم تا بتونیم این چنل هم بالا بیاریم تا پولدار بشیم. وای خیلی پول دوستان عزیز. کلا یکی میگفت به من از اینا یاد بده، به این میگن بلاکیتینگ. بلاکیت توی تاپ فایت خوب نیست چون کیبی میخورید. اگر من خودمو اینجا فول باکس بکنم حالا بلاکیت به کارم میاد. خیلی اچ کم شد. من اچ نصفه، من اچ نصف نیست. نکن. خب الان آها دیدی؟ به خاطر این نبود که پشتم بلاک بود و کیبی نخوردم، چون وقتی بلاکیت میکنید نصف اچ بیتون کم میشه هر هیتی که میخورید. بعضی جاها تو های پیکسل هم به کار میاد، چون پینگتون بالاه اولش کیبی نمیخورید خیلی به کار میاد. حالا مثلا یکی از کارهایی که میکنیم داخل های پیکسل، حالا اگر نمیدونید های پیکسل بزرگترین سرور بدوارزی ایران چیه، میپرید با بلاکیت شروع میکنید، با بلاکیت میپری، البته تو هواییت بخوری کار تمومه، میری داخل ویدیوهای کارش تمومه سام استریکس. حاجی فقط 11 دقیقه است دارم رکورد میکنم، بعد یارو میگه سام استریکس تو فقط ویناتو میذاری. داداش من کلا میبرم. البته نه، آدما روز خوب دارن روز بد دارن، مهم اینه که شما کلا بازیتون خوب باشه، یعنی یه چیزایی بلد باشید بتونید پیادهش کنید دیگه. نکن چقدر حرفه‌ایم خوشگل بازی میکنه. اوکی بچا ویدیو رو طولانی تر نمیکنم چون میدونم حوصلتون سر میره. بعد برید ویدیو شورت زولبیا ببینید، همینجوری انقدر ببینید که چشاتون در بیاد و برید همه ویو رو بدید به اون که بتونه با ویدیوهای شورت چرت و پرت بتونه بنز بخره، ولی من بدبخت نتونم یه پراید بخرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و بدون معطلی. پیس اوت. I wish I could hit you. I don't really wanna walk through life alone. Ain't too many